سلام بر شما عزیزان. نحوی دانلود کردن ویدیو از فیسبوک را برایتان آموزش میدم. خوبی این آموزش این است که شما نیاز به هیچ اپلیکیشن ندارید. شما میتونید ویدیو دلخواهتان را از فیسبوک به شکل HD، فول HD و به هر شکلی که شما خواسته باشین و یا هم به شکل صوتی میتونید دانلود نمایید. تا آخر ما را همراهی کنید که در آخر ویدیو یک موضوع مهم جدید دیگر مرتبط به دانلود ویدیو از فیسبوک برایتان آموزش میدم. با ما باشید. در نخست وارد فیسبوک خود میشیم. زمانی که وارد فیسبوک شدین میتونین هر ویدیوی مورد علاقه خود را پیدا و دانلود کنین. حال در قسمت سرچ میرم، یک صفحه اسلامی را سرچ میکنم به نام اسلام تیوی. خب این صفحه را باز میکنم. در قسمت بالای ویدیو بالای 3 نقطه کلیک میکنم. از این مجموعه ها بالای کپی لینک کلیک میکنم. زمانی که این کار انجام دادین از فیسبوک خارج شوین. هر براوزری که شما در تلفن دارین میتونین وارد شوین. من از کروم داخل میشم. در قسمت جستجوی براوزر می نویسم فیسبوک ویدیو دانلودر. در این قسمت بالای سایت نخست به نام اسنپ سیف کلیک کنین. برایتان این صفحه باز میشه. لینکی که کپی نمودین در این قسمت پست کنین. دوستان تا آخر ویدیو با ما باشید. سایت دومی برای دانلود فایل صوتی است. او را هم برایتان تشریح میکنم. اینجا روی گزینه دانلود کلیک کنین. در این قسمت فرمت های مختلف دانلود کردن را در اختیارتان قرار داده. به هر کیفیتی که شما خواسته باشین میتونین دانلود کنین. خب دوستان عزیز، سایت دومی به نام گیفواید است. در این سایت هم میتونین به شکل HD دانلود کنین، اما ویژگی این سایت این است که میتونین صدای یک ویدیو را به فرمت صوتی یا MP3 دانلود کنین. طبق معمول لینک کپی شده را در اینجا پست میکنم. بالای دکمه سبز دانلود کلیک میکنم. منتظر میمانم. در پایین برنگ سبز دو گزینه در اختیار شما قرار داده. اولی برای دانلود تصویری و دومی برای دانلود به شکل صوتی. شما میتونید مطابق خاص خودتان گزینه دانلود را انتخاب کنین به هر شکلی که خواسته باشین. وقتی که بالای یکی از این گزینه ها کلیک کنین ویدیو پلی خواهد شد. منتظر بمانید. مطابق به صورت اینترنت شما عمل میکنه. وقتی که ویدیوتان پلی شد در قسمت راست ویدیو بالای 3 نقطه کلیک کنین و پیام بارگیری را کلیک کنین. دانلود شما اجرا خواهد شد و دانلود فایل صوتی هم به همین شکل است. دوستان عزیز، اگر این آموزش خواست شما را برآورده کرده باشه بدون سابسکرایب و لایک ویدیو نگذارین. حتما به خاطر حمایت من سابسکرایب کنین تا برایتان ویدیوهای بهتری آموزشی تنظیم کنم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.